سلام، محمد کوشا هستم. به جلسه 14 از نتورک پلاس خوش اومدیم. جلسه قبل در مورد سویچ و روتر با هم دیگه صحبت کردیم. این جلسه میخوایم در مورد فایروال صحبت بکنیم. پس بریم سراغ فایروال. فایروال یا دیوار آتشین به چی میگه؟ فایروال یکی از مهمترین دیوایس های موجود در شبکه است. در واقع فایروال گارد یا محافظ شبکه شماست و پیاده سازی و پیکره بندی اون بسیار مهمه و خیلی مواقع خودش یک تخصصه که فایروال رو چجوری بنویسیم که ما رو در برابر خطراتی که از دنیای بیرون، حالا این دنیای بیرون میتونه اینترنت باشه، اینترنت باشه، که بیشتر الان منظور ما هر چیزی بیرون از شبکه ماست، محافظت بکنه. فایروال میتونه ما رو در مقابل مثلا ایمیل آلوده، به تروجان، به ویروس و هر چیز دیگه، به حملات از راه دور و خیلی از موارد دیگه از ما محافظت میکنه. روی یک فایروال ما میتونیم فیلترهای مختلف اعمال کنیم یا به اصطلاح هم بنویسیم. میتونیم جوری فیلتر نویسی بکنیم که به طور مثال داده های مربوط به سرویس FTP نتونه وارد شبکه‌مون بشه یا نتونه از شبکه‌مون خارج بشه، یا میتونیم جوری اصطلاحاً میگن رول بنویسیم، قانون بنویسیم که کسی به داخل شبکه‌مون نتونه ریموت دسکتاپ بزنه یا ما به خارج از شبکه نتونیم ریموت دسکتاپ بزنیم، یا از این موارد که حالا جلوتر بیشتر میتونیم باشون آشنا بشیم، یا فلان سایت باز بشه، فلان سایت بسته بشه. این کارا میشه با فایروال انجام داد. فلان نرم افزار از شبکه‌مون خارج آپدیت بگیره یا خارج نشه. همه این کارا رو میشه با فایروال انجام دادش. حالا فایروال تو کدوم از لایه‌های OSI کار میکنه؟ اگه یادتون باشه سویچ تو لایه 2 کار میکرد، روتر تو لایه 3 کار میکرد، هاب تو لایه 1 کار میکرد. فایروال میشه گفتش که توی لایه‌های مختلف کار میکنه. اینم برمیگرده به اون نوع فایروالی که در شبکه ما وجود داره. فایروال اول ویدیو گفتم یک دیوایسه. الزاماً یک دیوایس سخت افزاری میتونه نباشه فایروال. ما میتونیم فایروال های نرم افزاری هم داشته باشیم. یه فایروال حداقل 2 تا اینترفیس داره. یه اینترفیس برای شبکه داخلی و یک اینترفیس برای شبکه خارجی. به این تصویر توجه کنین. اصطلاحاً به اینترفیسی از فایروال که به شبکه ون یا اینترنت وصله میگن پابلیک اینترفیس یا اینترفیس شبکه عمومی، و اینترفیسی که در شبکه داخلی قرار داره میگن پرایویت یا اینترفیس خصوصی، شبکه خصوصی، پرایویت اینترفیس. همینطوری که هم توی این فایروال به صورت شماتیک دارید میبینید، توی این فایروال رولی نوشته شده که اجازه میده بسته های مربوط به FTP با پورت 21 از فایروال خارج شن. مثلا این آجر رو برداشته، یعنی اجازه دادن اینجا خارج شه، و همینطور اجازه دادن که به این فایروال بسته های اطلاعاتی HTTP با پورت 80 وارد بشه. اما بسته هایی با پورت 25 و پروتکل SMTP Simple Mail Transfer Protocol مربوط به میل هستش اجازه ورود ندارن. پس روی فایروال میشه رول یا قوانین مختلف اصطلاحاً نوشت. به این تصویر توجه کنید. تو این دیاگرام شبکه که میبینید ما 2 تا فایروال داریم. یه فایروال داره از شبکه داخلی ما محافظت میکنه. یه شبکه دیگه ای هم ما داریم بین دو فایروال که اصطلاحاً بهش میگیم DMZ یا شبکه غیر نظامی. یعنی ما اگه این شبکه‌مون شبکه یا ناحیه نظامیمون در نظر بگیریم که هر کسی حق ورودش رو نداره، یه شبکه هم داریم که میگیم شبکه غیر نظامیمون، یعنی که میتونن یه سری آدما واردش بشن از دنیای اینترنت، که باز ما از این شبکه‌مون داریم محافظت میکنیم به وسیله یک فایروالی که جلوش وجود داره.
حالا مثالش چی میشه؟ فرض بگیرید که ما یک سری وبسایت داره شرکتمون که خودمون داریم هاستش رو انجام میدیم. صفحات وبمون رو میذاریم تو شبکه غیر نظامیمون و اجازه میدیم که از دنیای اینترنت روی پورت 80 که HTTP هست صفحات وبسایتمون رو بتونن از دنیای اینترنت آدم‌ها بتونن بیان و ببینن. اما دوست نداریم آدمایی که اومدن وارد ناحیه غیر نظامیمون شدن از اونجا بتونن راهکاری پیدا کنن که وارد شبکه نظامیمون یا شبکه اصلیمون بشن. برای همین 2 تا فایروال گذاشتیم. یه فایروال از شبکه اصلیمون که اصطلاحاً شبکه نظامیمونه محافظت میکنه و فایروال دوم که جلوتر از فایروال قبلی هستش از شبکه بین این 2 تا فایروال محافظت میکنه و فقط اجازه میده که از دنیای اینترنت بتونن وبسایت ها یا سرویس هایی که در شبکه DMZ ما قرار دارند مورد بازدید قرار بگیرن. حالا که با فایروال آشنا شدیم با 1-2 تا اصطلاح هم آشنا بشیم که ممکنه در تنظیمات فایروال ببینیم و بعد نیست که بدونیم معنیشون چیه. یکی از این اصطلاحات IDS IPS هستش. IDS به معنی تشخیص نفوذه و IPS به معنی جلوگیری از نفوذه. تفاوتشون هم تو اینه که IDS به صورت مانیتورینگ عمل میکنه، یعنی شبکتون داره مانیتور میکنه و متوجه میشه که یک نفوذی به سیستم شما اتفاق افتاده. اما IPS میتونه علاوه بر اینکه متوجه شه که یه نفوذی داره اتفاق میفته جلوی اونم بگیره و طبیعتاً پکیج این دوتا با هم دیگه یک سرویس امنیتی مطلوبی رو در اختیار شما قرار میده. این جلسه رو با مفاهیم فایروال تموم میکنیم به خاطر که فایروال مفهوم مهمیه و دوست دارم که برید سرچ کنید در اینترنت در مورد فایروال های نرم افزاری، فایروال سخت افزاری، فایروال هایی که رو روترها میتونن باشن، در مورد اینا یه سرچی بکنید و در ویدیوهای بعدی در مورد دیوایس های دیگه مجددا صحبت میکنیم و باشون آشنا میشیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. تا جلسه بعدی، خداحافظ.